از ما رسای کنین که آماده شد تو یک مرحله از این کده پس نه بیننده باشه دیگه وضعیت ریزی تاره نگی میگم سامان هر سو میرفت تلو میگفتی حتما یه نان چاش تا ایت نخورده باش که بیفته باران است این فرق نمیکنه دیگه چرا دیگه گرفتم سر مادر چطور میکردم سامان ازی بود دنداناش بشکنه چرا چینا نشد دیگه در وقت نان خوردن پیشوری ما نان کاوردن دیگه کمره ممره یاد ماره از بس خنده کرده بودم که مای ما درد گرفتم بیاین بریم با هم میمانی سلام عزیزان دلبر چینل یوتیوب سنگرس یا دختران آفتاب خوش آمدین. امید که خوب صحتمند سر حال باشه. سلام عزیزان دل به ولاگ امروز ما خوش آمدید. سلام دوستان سلام دوستان که خوب صحتمند سر حال باشیم. به ولاگ مهمانی ما خوش آمدید. کجا میری؟ خانه مامایم. خود چی میکنی؟ میریم مهمانی دیگه. مهمان ما مهمانی بعد از عید. مهمانی بعد از عید زیاد مزه داره. دیگه بیا که تو هم سلام عزیزای دل، امید که خوب باشین. بعد ولاگ امروز ما خوش آمده باشه که فیلم یادم خب حالا اگر روزه می بود روزه گرفته روزه که نیست چی خیر اگر نفعلم گفش یادش میره. خدا کنه عید خوش و سال نو خوش آغاز کرده باشین و سالم پر از خوشیا باشه در کنار فامیل، پر از ماجراجویی. چیره؟ خب بریم دیگه. هوا چی اختراع کرده؟ آماده شدیم تقریبا دیگه. یک چپنای ما مانده بپوشیم. امروز اگر شد ویدیو میگیریم اگه نشد با کامل قصه های اونجا قصه اونجا رو با برتا میکنیم. خب کالا پوشیدیم دیگه یک چپن ما رو بپوشیم. واو اصلا نگی که من خوبش نامدیم، من دلم نیست دیگه نرسته رو بگیم خودم اسما هم بدلم نیست سکو. واو سلام عزیزان دل، امید که خوب باشه. خیر برو دیگه. امروز که میبینی ایت استایلم بدلم نیست. چرا؟ خب کوریایی ها وارو شدی؟ فکر که مکتب کوریایی میره. خب پیرن نمی خریدی؟ اسمی شده اون چیزی که ما تصور داشتیم این کلامی جور نشد. خود دیشب که گفتم تن بخیزین جور کنین نکردین. یک دفعه شد میمانی دیگه. مثلا شب خبر ما کرد صبح ما باید میرفتیم دیگه. ما باید یک هفته پیش خبر میداشتیم که با ما خدا جور میکرد. دخترها دیگه یک هفته پیش باید خبر شد. استایل هوا کو؟ واو زمستانی و خزانی یک جشن. ما هم نفهمیدیم چی بپوشیم. دیدم کالا تابستانی چادر زمستانی. بگی دیگه چادر نداشتیم. هوا خراب است نمیفهم چی بپوشیم. نیم کالای تابستانی دنوری مانده، نیم خزانی مانده، نیم زمستانی. هر کدامش که پیش آمد کش میکنیم. مواره دیده میپوشیم. میبینیم باید از میپوشیم دیگه خیر همراه ما باشین که چپنای ما رو بپوشیم. بعد از اون میریم طرف اثر تقصیرات که شماها شب نخیستین جور نکردین. خدا گفتم تن بخیزین جور بکنین نکردین. خیره من فکر میکنم بریم که وقت میشه دیگه. تکشاق شدی؟ اینه تکشاق. من شب حوصله نداشتم مویمه کنم ریستاشانو تو که گفتم برو مایتشی من ندارم. اینجا اسناش سر کنیم فکس مکتبای کوریایی ها. خیره بیایی که بریم. آماده شدیم این طرف خانی مامان به خاطر که فعلا دیگه بابا معلوم نیست چپنای تابستانی ما رو نکشیدیم. امروز چپنای بازار میریم. مقصد من چون امروز چی پوشیدیم مادر ما می 4 طرف 5 طرف تنه سعی کنیم. اینا ما که رفتیم شما میمونیم مجبور که زود آماده شیم. میگه نیم ساعت در کالا پوشیدن وقت تیر میکنین نصف روز. اینا نصف روز بلاگ گرفتن شما مهم شده. بلاگ بگیرین نصف روز ابدایی شو باز میریم. بریم که به خدا اگر مگه اشتکارم میگیرم من میرم. بریم که حالا اشتکار ما کم بگیریم. و خب بوتر نمیشه گرفته 4-5 کوچه از خانه ما که در پایین تر است. حال میگم یه خیزم میرم بسیار برش چی شده؟ آسان شده. خب بریم عزیزان ببینیم که چی میشه که باش حالت نخورم از بس که دیر کرد.
ادامه برنامه خوش آمدین. دیگه قسمی که دیدیم رفتیم خانه مامان دیگه خواستیم یک شرطک از چای که آورده بودن ویدیو گرفتیم. خواستیم اصلا ویدیو بگیریم که چی شد؟ یادم گنگس بودی رسید کنیم جا رفتیم گفتیم برتان ویدیو میگیریم. نشد دیگه در وقت نان خوردن پیشوری ما نان که آوردن دیگه کمره ممره یادم آره. دیگه تشکری میکنم بازم از بسیار گشنه بوده بخاطر بسیار گشنه دیگه بر مامایی خواسته بودن آورده بود از بیرو پخته کردگی به خاطر که مادرم همیشه میرفت میگفت زحمت نکشین با گفته بود به خاطر که هر دفعه میگین از بیرون نان خواستیم دیگه از بیرون آورده بودن نان بسیار مزه‌دار بود. یک روز خوبش بود. نه ساعت ما خود تیر شد از بس ساعت ما تیر شد ویدیو یاد ما نبود که در اینستاگرام هم ویدیو بگیریم بر شما ویدیو بگیریم خلاصه دیگه در اینستاگرام به او هم نگرفتیم و خلاصه همونجا رفتیم شیشتیم قصه کردیم. بسیار خوبش بسیار خوبش بود. از بس خنده کرده بودم که مای ما درد گرفت. حالا تو را میگم امروز حالتت خراب است برو طرف میای تو را سعید کن اما بدون جور کردن. اگر قصه ما میشد که بر شما ویدیو بگیریم زیاد طولانی میشه. طولانی نه کمای تنه درد میگیره بسیار جالب بود قصه اونمو بود که ما یادم رفت که ولاگ برم بسیار یک روز خوب بود باش که امروز میریم یک جای دیگه کجا چی میشه. امروز 2 روز هم آمدیم برتر نشد ویدیو بگیریم که خانه آمدیم شب شده بود برف بود زیاد دیر مانده شده بودیم دیگه دیگه چی شده بود گفتیم باز امروز میخوایم بریم طرف خانه خاله خانه ماما رفتیم حال بریم طرف خانه خالیم که ببینیم امروز البته بنان چاش نمیریم گفت دیگر برتان سمبوسه پخته میکنم باز بیاین. مادر خودش نخواست که چاش بره بنان چاش به خاطر با زحمت میشن دیگه گفتیم خیلی با دیگر میایم باز خودش گفت خیلی بیاین باز ما هم برتان سمبوسه میمانی بعد از این قرمزه داد گشتر دیگه اگر شد باز ما یک 2 تا جای دیگه هم نرفتیم اونجا هم شاید شب بریم یکی خانه امروز خونه میریم باز دورش دیگه دوره دیگه هم تو دیگران نمیریم. هوا جان میگم هیچ چیز خب من میگم که میکارن سیسته میپوشم دیگه سما من شاید دیگه کارم میپوشم دیگه میپوشی؟ خب میام و ریما را جور کردیم یک کالم مستک بپوشیم بعد از کاره مام است کالای زیاد هوا خیلی جور نشده و میایشه حالتشه هوا دیم که چی میشه دیگه سما چی میپوشم من اگر شد کالای مستک میکنم اگر نشد نمیپوشم با ای ولاگ ادامه داره دیگه ما ولاگ اید را که جور کردیم چند ساعته شده بود جور؟ 2 ساعت 2 ساعت حالا 2 ساعت نشه بریم که نمیالم سنک کنیم بسیار زیاد گپ زدیم یک گپ جالب. خب دوست عزیز روز اول که ما ولاگ میگرفتیم خود کامرا نیست صدای میای خیره چی است ولاگ میگرفتیم وقتی که ریکارد میکردیم سما رفتیم تو گپ بزن او میگه پورا گپ ده تو گپ بزن اورا آره من که ولاگر رو میبینم وقتی که میبینم میگم ماجده دقیقه سر میز بخی نکردن که 6 دقیقه بخینه بکنیم در روز هیت 18 دقیقه متن اونجا گپ زده بودیم گفتم حالا میخوایم گپای ما کم کنم که بخاطر ولاگات طولانی میشه از ما 20 دقیقه دیگه زیاد نمیتونیم مانده شما هم نمیتونیم از این خاطر 18 دقیقه سری میز تنها گپ زدیم دیگه خاطر ولاگ هم اگر طولانی ببانی باز مثل که ما میبینیم ولاگای طولانی را ایت نمیبینیم مثلا 30 دقیقه‌ای که باشه از 15 دقیقه که زیاد باشه ایت نمیبینیم شو میکنیم به خاطر که خسته کننده میباشه دیگه تو یک جای بشی نه سریال است که اگر جان داشته باشه نه چیز غیر گپ دیگه بریم آماده شویم که چی میپوشیم و چی کارا میکنیم اگر جای یاد ما نرفت باز مثلی دفعه برتان ویدیو میگیریم. خب اگر شد با قصه‌شو میکنیم خواهر خواهم نمیشه قصه‌شو بکنیم زیاد جالب بود نمیشه دیگه قصه خود قصه خلاص خب بریم خیلی بیا وای طرف وضعیت هوا امروز
خب عزیزم به ادامه برنامه ما خوش آمدین دیگه. رفتم سلام هر دفعه گذاری دیگه. سعی کن چقدر خوبش دوارم جور کردیم نیایش هم جور کردیم با یک چشم به هم زدن دیدید که من هوا جور کرد. سلام عزیزان دل امید. سلام نتی. سلام. خب ما کلای ما رو پوشیدیم دیگه این یارو پوشیدیم. آی من کشتم. خب یارو پوشیدیم دیگه بریم طرف خانه خالم. بگی مرا نشان تی باش که من اول جور کنم خدا. اینا. ایران به خاطر که مشکل داره سین نداره. یخنش کرد. چادر تم رفت. به او خاطر قسم دیگه دامنه پیرن پوشیدم. باش بگیرم. مقصد امروز کوریایی جور کردم خدا. دینا روز او در خانه مامم که رفتیم میگفتی مکتب میرم حتما. این که مکتب کوریایی آواره. اینی کوریایی خب خیلی چی کنیم؟ باران هم گرفت دیگه ما وقت رفتن برق آمده دل ما نمیشه بریم برق که میایه اینجا از خانه نمیبریم سولر هم خود هفته و کار آن هفته هم نیست هفته و کار نمیده گفتیم برو باران نیسته میریم خانه حالا برق آمد حالا برق آمد بیا که آمده شیم دیگه بریم ببینیم که چی میشه خیلی ما را در خانه خالیم بیننده باشه نه پس زندگی مشکل ساز ما را سعی کنید که آماده شد تو یک مرحله از این کده پس نه ماک زده نه چپر پوشیده همیشه آخرین نفری که چپر نسعی کو حالا من نمیمانن من نفهمیدم کلان مست بیدو تو کلان میگم شکو بگی برای ایت امکان نداره که از خانه برایه تو کمریت کجاست؟ اینجا است خب عزیز آماده شدیم یایده آماده شدیم که بریم کال کدام گفت دیگه نخیزه اینجا دلداره که ایت نریم بیشینید خانه بیشینید ایت نمیره بیا زمان گفتم برق آمده بیشینید ریستم ایت نمیره خود سعی کنیم میمانی چند بجه 2 بجه است ای برای 4 بجه پس خانه میایی بگو از سر میزبت برای دیگه دیگه دوست عزیز آمدیم بسیار سعی که من سپانه نیست من در باران استاد کنه شدید رو هم نمیگیره تو ما گفت بزنیم خب از زندگی آمدیم خانه بریم بالا دیگه بیننده باشیم دیگه وضعیت ریزی داره نگی میگم سامان هر سو میرفت تلو میگفتی حتما یه نان چاش تا ایت نخورده باش که بیفته باران است ایت فرق نمیکنه بگی چرا دیگه گفتم سر مادر چطور میکردم سامان ازی بود دنداناش بشکنه چرا چینا بریم بالا بریم با گرد میزنیم خب بریم من دوست عزیز ماکسیم نصف نیم کردم گیم پیدا کردم کدام اول است امید این ویدیو سبا تکل شپاب نه والا بود یا هنی میره وقت که یا بیکیست شما اگر پیشاوی کنی که ما اول شوم حالا سویل گیر کردم بعد قرآن رفتویه میرم 3 دفعه رفتم
سمبوسه هم آماده شده بخوریم چه قسم آمده عالیه. سنگین مزدار معلوم میشه محتمال نخورده نه راست می بسیار مزه داره جایتان خالی سگ چه تلکاری از ایره تایی بخواهم زیاد مزه داره باید همه ولاک ما خوش آمدین از زنده امروز رفتیم میمانی خود این ولاگ دیگه از 2 میمانی است یک میمانی که خانه مامایم شد رفتیم و امروز هم خانه خالیم که دو میمانی یاد ما رفتم با امون خاطر گفتیم خیره باشه او را میمانیم در وسطش میمانی دیگه یا که رفتیم همه قسم دیگه روزمره کارایی که میکنیم برتان ولاگ میمانیم که کجا میریم چی میکنیم خدا کنه که شما خوشتان بیه خانه خالیم هم رفتیم زیاد ساعت ما تیر شد دوام بارانی بود زیاد دوای خوبشان بود امروز بسیار هوا خوبشون هوا بسیار سرد بود اونجا گل بطاوی هم داشت گفتیم میریم عکس میگیریم عکس هم نشد گرفته عکس نشد گرفته ویدیو هم گفتم میگیریم بسیار هوا باران هوا بسیار دیگه ابری بود و باران بود تیز بود نمیشد دیگه که بریم در زیر باران ولاگ بگیریم خب خیر بود دیگه دفعه دیگه دوره که رفتیم ولاگ میگیریم خب از پس ها دیگه نمیشد که ولاگ بگیریم دیگه بسیار یک روز خوب بود دیگه ای بود از برنامه ما اگر خوشتان آمد لایک شیر سابسکرایب یادتان نره خداحافظ تا ولاگ بعدی خداحافظ